یعنی قطعه رعنا خوش کار کرد. هی رفتیم دنبالش ببینیم چیه ماجرا. روی رفتا چند سال پیش یه روایتی از رعنا شنیدم که این روایت خیلی واسم جالب بود. کسی رو من دیدم که رعنا رو دیده از نزدیک تو جریان معاشقه اینا بوده. حالا محمد آقا بهتون میگم من رفتم، من با موتور خیلی جالب رفتم. آقای رمضانی یه تیکه از رعنای اصلی رو از ورژن اصلی رو که جای اجرا نشده برام بگید. میپرناگوسندان و بفرشید رعنا جانا. 4 تا محل میشه گفت که شاهد این اتفاق بودن. اصل خود محل رعنایی محل است به نام خونسر، سایه به نام خونسر که بالای سر لشکان قرار داره. فرمودین کی بوده این اتفاق؟ اتفاق شاید که حدود 1300 اتفاق افتاد. الان 1380 نه 89 سال بود. رعنا مال بالاروه؟ آره اسم شیرانا اومده که این دختر مال بالاروه. یه ابراهیمی واسه آقای صاحبخانه نیست؟ سلام بشناختی؟ بشناختی؟ صدقه خدا و مشتق دلی کی؟ حشمت عزودی. حشمت عزودی خونه یه بالاروه خونه نه یا شیلات. نه تو دیگه بوده پایین نمیره پایین سمت چپ میشه نگین سرا. آقای عزیزی خون کار حشمت. جان حشمت با من بالا. شما بفرمایید ما جان بشیم جور. ما فیچه. بنشین. حشمت ما در رعنا خواستیم امر صحبت بودی. از اول رعنا بود کارشی بود. رعنا مالا آغاز کندستر ناتشکو بود. ما دور بود میز کوچه خان یه در غذا این خاطر خواب بود. اینجا میگه شیعویجر. شیعه میگه اینجا شیعه نیست. راه پل رو سر به جیرای رانای غذا بزاب آغجان چپیرای رانای آغجان کردای رانا جانه زار بمردای رعنایی تو منگل کشی تی قوس آخر مرا کشی رانای گونه منا خوشم رانای گلای رانا جانه مرا قبولای رانای. دل دوستی کردا جانی انا بنی تی دستانی آی روسیای جان برگر بیای رعنای میشه سیر شوشه رعنای میشه سیر شوشه بوشویم سال نومی تی بوشو را خوشتر بومی تی لنگان خوشتر بومی آی روسیای جان برگر بیای رعنای میشه سیر شوشه رعنای میشه سیر شوشه
رنو رنانکی پرمداییه رنو سال سال چاییه رنانکی پرمداییه رنو جان من بگو مرگ من بگو رنو شوی تا لنگرود خیاط بده هیچ کی نگود خیاط و چه ترکوت بودود آی روز بیای جان برگرد بیای رنای میشه زیر چشم میشه رنای میشه زیر چشم میشه رناتی تو منگل کشی انتی قوس آخر مرا کشی دیل دوستی کردا جانی رنا بنی تی درسانی آی روز بیای